پیامیدی فرزانه ناز با دوست پسرش برای دوستداران و طرفداران هنرش. فرزانه ناز در کدام کشور زندگی می کند؟ معلوم شدن تاریخ ازدواج فرزانه ناز با دوست پسر هندیش. فرزانه ناز خرج مصارفش را در کشور دبی از کجا به دست می‌آورد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. فرزانه ناز هنرمند خوش صدا، خوش سیما و ناماشنای کشور و کارهای هنری‌اش را در سن نوجوانی آغاز کرد. هرچند فرزانه ناز می‌خواست در سینمای افغانستان دست بالای پیدا کند و با نقش بازی کردن در چندین فیلم با سلیم شاهین، ولی نتوانست موفق بگردد. فرزانه ناز اکنون در کشور دبی زندگی می کند و بعد از رفتنش به کشور دبی و کارهای رسانه‌ایش خاتمه داد و همیشه مصروف صفحات مجازیش بالخصوص تیک تاک بوده است. فرزانه ناز سفرهای متعددی به کشور هندوستان هم داشته است و در آنجا دوستان و رفیقان بیشماری برای خودش پیدا کرد. فرزانه ناز در چندین آهنگ هندی من حیث رقاص نقش بازی کرد ولی نتوانست در سینمای هندوستان هم موفق بگردد. فرزانه ناز عید سعید فطر را با دوست پسر هندیش برای تمامی دوستداران و علاقه‌مندانش از صمیم قلب تبریک گفته است. وی در کشور دبی مصروف پیش بردن صفحات مجازیش بوده است، بالخصوص تیک تاک. وی با چهره‌های مشهور و شناخته شده افغان در تیک تاک گیم بازی می‌کند و یگانه راه درآمد و مصرف فرزانه ناز در کشور دبی همین تیک تاک بوده است. ولی هر هنرمند خودش می‌داند و تصمیمات زندگیش. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای فرزانه ناز از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان عزیزم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران فرزانه ناز به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو هم نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما خوبان از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. تا درودی دیگر، امیدم را بالای من سپرده شاد و کامگار باشید.